فتح خیبر توسط امام علی علیه السلام. خیبر قلعه‌ای نفوذناپذیر با 8 درب آهنی عظیم بود که هر در را 40 مرد قوی جابجا می‌کردند. وزن هر در معادل بار 40 شتر بود و 40 مرد برای حرکتش لازم داشت. یهودیان خیبری پشت این درب‌ها سنگر گرفته بودند و مسلمانان پس از چند روز محاصره نتوانستند آن را باز کنند. پیامبر اکرم فرمودند: فردا پرچم را به مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و جنگجویی است که هرگز فرار نمی‌کند. فردای آن روز پیامبر پرچم را به دستان مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام سپردند. حضرت علی علیه السلام به سمت قلعه رفتند. یهودیان از بالای دیوار تیراندازی می‌کردند. مولا علی علیه السلام با قدرتی الهی با یک دست درب را از جا کندند، آن را به عنوان سپر برداشتند و جنگیدند تا قلعه فتح شد. ابو رافع غلام پیامبر نقل می‌کند: پس از فتح خیبر من و 7 نفر دیگر سعی کردیم درب را بلند کنیم اما نتوانستیم. این روایت نماد شجاعت و معجزه الهی امام علی علیه السلام در دفاع از اسلام است. اگر به روایت‌های شیعه علاقه‌مندی، پیج ما را دنبال کن.